درود بر شما، تانیا هستم. آموزش اسم سمیه و فریما رو برای این جلسه تهیه کردم. خب برای نوشتن حرف سینمون شکوفه رو که تمرین کردیم یک مدل سین این هست و یک مدل ساده برای دوستانی که میخوان تازه شروع کنن این هستش که با پهنای قلممون، ببینید به این قسمت میگیم پهنای قلم. خب پس با پهنای قلمم از سمت پایین میکشم به سمت چپ. این حرکت 1 و این 2. ساده ترین میمی که میتونیم بنویسیم، باز با پهنای قلم شروع میکنم، یک کمانک میذارم، این یکی رو برعکسش مینویسم. پس اولی از بالا اومد، دومی از پایین رفت. یه رو بهش وصل میکنم، مثل سین هست ولی کوچیکتر باید اجرا بشه. ساده ترین حالتی که میتونیم اسم سمیه رو تحریر کنیم و به زیبایی. و هی آخرمون نقطه ها رو با تمام قلمتون باید بذارید. از سمت بالا اومدیم، ببینید از اینجا شروع شد و اینجا گردش کردیم. کلا با تمام قلم هست. وقتی میرسیم به پایین این قسمت با نوک قلم اجرا باید بشه. خب برای نوشتن فریما هر کدوم از ف ها رو که در کلیپ های قبلی گفتم میتونید اجرا بکنید. ساده ترین همین هست که برای یه هم اجرا کردیم. پس با همین حرکت ها شما میتونید کلی حروف بنویسید. خب اینو یکم ادامه دار میکنیم تا وسط های همین ب بیاد و کمانکش رو میذاریم. کمانکمون همین با تمام قلم شروع کردنمون هست. این حرکت میاد بعد میرسه به نوک قلم. ساده ترین ری که میتونیم برای اتصال به ف داشته باشیم این هست که پس این شد از راست به چپ، رفت بالا تا وسطاش، از اینجا کمانک رو گذاشتیم و اومد پایین، ر رو بهش وصل کردیم. این قسمت های ر بهتره با نوک قلم، یعنی این قسمت سمت راست قلممون اجرا بشه. باز همون حرکت تکراری ب و حرف میم. هر کدوم از میم ها رو که در کلیپ های قبلی گفتم باز میتونید بنویسید، هیچ ایرادی نداره. خب الفم چون نکته ها اینجا هستم مجبورم که یکم داخل تر بنویسم، داخلی تر بنویسم. الف کشیده رو اجرا کردم. پس برای میم از سمت چپ شروع کردم. ببینید میاد، بعد از این قسمت میشه 9. الفمون هم که هر مدل از الف ها رو دوست داشته باشید میتونید اجرا بکنید.